خب خسته نباشی بینندگان عزیز، با بخش دوربین 90 در خدمتتون هستیم. من اسم کسانی که موسیقی برامون ساختن خدمت عرض کنم. بخش ابتدایی که کلامم داشت آقای امید هاشمی از تبریز برام فرستادن و این بخش که موسیقی شاعران پخش خواهند کرد امین ذوقی از نائین برای ما فرستاده. رامین زمینی از انزلی با عنوان قشنگ عجب قایقرانی بود. قایقران یاد خاطره سیروس قایقران رو زنده نگه داشتند. آقای رامین زمینی از انزلی. اینم سعید آقایی از بندر انزلی 19 که 89 در سالگردش همه 9 پوشیدند. از اون بازیکن واقعا دوست داشتنی فوتبال کشور ما بود که خیلی زود از بین ما رفت سیروس قایقران. اینم قایقران ها عنوان قشنگی است. به این عکس از رامین زمینی. سعید آقایی گلباران سیروس در 12 سالگرد عروجش. آیدین شیرالیان که همیشه لطف داره و عکس می‌فرسته بزرگداشت سیروس قایقران در سالگرد درگذشتش. هر سالم که میگذره با شکوه‌تر برگزار میشه مراسم سیروس قایقران. رضا فرزانگی از قم باد صبا طوفانی شد. حاشیه بازی صبا مثل است که دیگه اینقدر باد شدید بود همه چی اونجا با خودش برد. تمام تابلوهای تبلیغاتی و اصلا بعضی برگزاری بازی هم کاملا دچار مشکل شده بود. رضا فرزانگان از قم فیلم رو برای ما فرستاده. مشکلی که در حین برگزاری صبا چه بادی هم میاد اونجا همه چه داره میبره. بیشتر از نفس باد صبا مشکل هم خواهد شد. اینقدر آقای پیروان شعر گفت تاثیر گذاشت. بله احسان نجاتی بازم از قم آبخوری ورزشگاه یادگار امام که ملاحظه به چه ترتیب هست. حاشیه بازی صبا مثل تازه صبا سابقه برگزاری مسابقات آسیایی هم داره. کلا تیمای ما که آسیا هستن آبخوریاشون خیلی مشکل داره. اینم ریل سیار عکاسی است. محمد جهانگیریان که قشنگ براشون میتونن حرکت کنن اونجا، یه تراولینگ میتونن اونجا انجام بدن. عکسی که محمد جهانگیریان برای ما فرستاده. یاسر خدیشی عکاس خبرگزاری ایسنا است. این همون صحنه که میگن خطای پنالتی بوده، دستکش و دست دروازه‌بان میگن پای مهاجم مصر رفسنجان رو زده که حالا بعد با آقای قیاسی اضافه خواهند شد. در مورد این بازی پر حرف و حدیث صحبت خواهیم کرد ببینیم که اصلا پنالتی بوده یا نه این صحنه. کیوان سیر از قائمشهر پرچم نساجی و فراز دستان طرفداران نساجی در بازی مقابل مس سرچشمه کرمان. این هم سیامک حبیبی دوست خوب مستاری جایگاه خطرناک تصویربرداری. کلا شما این اتفاق افتاده. یه تصویربردارم که متاسفانه 2 سال پیش فکر کنم پرت شد از گرگان بود و فوت کرد. بعدم سیامک حبیبی همچنان زنده به امید صعود بازی نساجی و مس سرچشمه، تیم پرطرفدار قائمشهر که با کادر جدید مربیگری خودش رضا فروزانی و محمد دایی برد خوبی رو به دست آوردند. این هم لحظه به ثمر رسیدن گل دوم تیم نساجی برابر تیم مس سرچشمه که کیوان سیر برای ما فرستاده. امین و امیر بدون شر بازی داماش درود و پیام خراسان. درگیری در میانه میدان همون مسابقه که کلا اتفاقات اونجا هم زیاد رخ میده در بازی تیم داماش درود. این هم بدون شر عین سین حاشیه بازی داماش درود و پیام هست. تماشاگران پرشور آبادانی در بوشهر بازی ایران جوان و صنعت نفت. سعید رجایی از بوشهر این عکس رو فرستادن. اینم عشق از نو آبادانی. حسین عبدالله زاده از آبادان. پرتاب ترقه در جریان بازی و آسیب دیگه کمک داور بازی ایران جوان بوشهر و صنعت نفت. الف دال از بوشهر برای ما این فیلم رو فرستادند. که متاسفانه برای کمک داور مشکلی به وجود اومده.
بازی هم فکر کنم 2-2 مساوی پایان سر. در اواخر برنامه براتون پخش خواهیم کرد بازی لیگ 1 رو. بعد جام حذفی ذوبان استیلازی استقبال تماشاگران که خوب بوده. جواد حدادی از اصفهان این عکس رو برامون فرستادن. اینم استقبال از فیروز کریمی داماش آلومینیوم هرمزگان که براشون اسفند دود کردند. محمد فاضلی و سعید خورسندی. سروش اعظمی از کرمانشاه جایگاه وی آی پی ورزشگاه کرمانشاه که صندلیشون رو هم فکر کنم 1000 تومان قیمتشون نباشه. کل صندلی همه با هم. بازی شیرین فراز و فولاد نویر است. اینا شین عباسپور از شیراز. هیئت فوتبال فارس و فالوده فروشی خود هیئت فوتبال استان فارس که تو عید مثل که اونجا به حال چون کار خاصی نبوده اونجا فالوده میفروختند و به حال فالوده شیراز هم که معروفه. حسین و سارم از بناب. این ورزشگاه شهید بهشتی بناب هست که با این دو دوست عزیزمون همراه میشیم با دوربینشون که قطعا موبایل هست وارد ورزشگاه بناب میشیم و با این تصویر مواجه میشیم که به حال احتمالاً چمن دارن آبیاری میکنن، مشغول ورزش نیستند، وضعیت چمن دارن رسیدگی میکنند. تعدادشون هم ماشاءالله خیلی زیاده. احتمالاً کل زمین رو خوب پوشش میدن در طول زمانی که اونجا حضور دارند. بسته شدن استادیوم ورزشی علی مرادیان شهرستان نهاوند با وجود تمام امکانات که درش اصلا پلم شده اونجا. فرید سیف از نهاوند برای ما فرستادند. سین نون از خوزستان. رام هرمز سالن چند منظوره استادیوم تختی که مدتی است به همین شکل رها شده. ما فقط امیدواریم که این تصاویر پخش می‌کنیم مسئولان در واقع مجاب کنه که اینا رو درست کنن. سالن ورزشی ناتمام ساوج بلاغ حسین فلاحتکار که این ورزشگاه 8000 نفری واقع در شهرستان ساوج بلاغ متاسفانه به دلیل نامعلوم بعد گذشته 4 سال هنوز نیمه کاره رها شده و مکان جهت استعمال انواع مواد مخدر شده. با توجه به این روستا به علت جام فشنی تعداد زیاد جوانان عزیز در دوران دفاع مقدس نام روستایی نمونه رو داره. انتظار تو مسئولین با توجه به جمعیت روستایی کاری بکنن که این سالن ورزشی و حداقل جای نباشه برای استفاده از مواد مخدر. سید محسن مدنی زمین چمن مجمع ورزشی شهید خرازی اصفهان که آن 2 هفته پیش اینو پخش کردیم که گفتیم واتر پولو اصلا اینا آبیاری که کرده بودن به خاطر اینکه به شکل غرقابی این کاشت چمن انجام بشه. حالا می‌بینید که چقدر وضعیت نسبتا مطلوبی داره. پس اون واتر پولو بود به خاطر همین غرقابی کردنش بود. اینم بدون شهر ژیلا شکوری از تهران این عکس برای ما فرستادن. عکس قشنگی است. بازیکن تیم فوتبال سیف بندر خمیر اگه اشتباه مال استان بوشهر ساحل 90 ماهور و ماهک تهرانی با 90 در ساحل کلی زحمت کشیدن اینو ساختند. اینم ابراهیم اجدری بیننده خوش‌ذوق ما از بندر عباس که این عکس شکار کرده. خیلی قشنگه، دستش در نکنه. حالا باز هفته بگید اینم خیلی قشنگه. فرشاد احمدی از داراب آبتنی 90ها. واقعا این ذوق بینندگان برنامه رو میرسونه. ازشون صمیمانه تشکر میکنیم. اینم ضربه ایستگاهی عکس هنری است که محمد خسروی دانش برای ما فرستادند. و این هم فوتبال در زمین‌های شالیزار مهدی جوادی از روستای یکی از روستاهای نکاه برای ما فرستادن. اینم رضا رهی و مهدی هندیجانی از بندر هندیجان خوزستان تاکسی های 90. دستشون درد نکنه انصافا. چقدر زحمت کشیدن ماشین اینجوری پارک کردن قشنگ. اینا انیمیشن برای 90 محمود کریم خانی از شهریار برامون فرستادند. کلی زحمت کشیدن. به حال این واقعا عشق و علاقه بینندگان عزیز رو میرسونه که کلی به حال زحمت کشیدن بدون هیچ چشمش. مثلا میگم از هفته بعد یه جوایز هم در نظر بگیریم برای کسی که هم به حال زحمت میکشن، یه هدیه مختصری هم بدیم به همیهنانی که به حال در بخش لیگ 90 شرکت میکنن.
محمود کریم خانی از شهریار فرستادن. این هم از بر ما هفته قبل سیامک سات از کانادا برای ما فرستادن، گفتن ما جدول اشتباه بوده، تیم سایپا کلا نداشته. و عذرخواهی می‌کنیم هم از آقای مایل کنم عذرخواهی می‌کنیم. آین هم یه بدون شهر هست، ما رتبان پارسال هست، حسین سلیمانی نژاد، آقای چراغپور هم اتفاقا اونجا هستن. اینم شاپور باقری از مسجد سلیمان فرستاده. اولین مسابقه رسمی فوتبال ایران در مسجد سلیمان.